سلام، من در این ویدیو قصد دارم تا نحوه اتصال سامانه پیامک فراز SMS رو به افزونه ورودک بهتون آموزش بدم. یه افزونه خیلی ساده، یه افزونه خیلی سبک و بسیار کاربردی هست که میتونید برای ورود و ثبت نام با شماره موبایل استفاده کنید. البته این افزونه قابلیت‌های دیگه‌ای هم داره که معرفی میکنم و اتصال به سامانه جدید فراز SMS به این افزونه بسیار ساده هست. میخوایم کار رو شروع کنیم. قاعدتا در بین سامانه‌های پیامکی که وجود داره باز میکنید. ما فراز SMS پترن داریم. شما باید حتما farazsms.com نیو پترن رو انتخاب کنید برای اینکه بتونید استفاده کنید. برای اتصال این افزونه به API کی و خط ارسال کننده و کد پترن نیاز داره، یعنی نیاز هست ما این سه تا قسمت رو با هم دیگه تکمیل کنیم. برای تکمیل اولین گزینه یعنی کلید API شما وارد پنلتون میشید. داخل پنل منوی سمت راست نوشته وب سرویس و کلیدهای دسترسی. روی کلید دسترسی کلیک میکنید. این بالا ایجاد کلید دسترسی رو میزنید، یه عنوان میدید، مثلا افزونه ورودک. اینجا هم آدرس سایتمون رو مینویسیم، مثلا farazsms.com. در نهایت سیستم ما یک کلید دسترسی میده. اینو من کپی میکنم و در این قسمت قرار میدم. فیلد بعد برای انتخاب خط ارسال کننده پیامک هست. حالا باید نگاه کنید که شما چه خطی روی پنلتون هست. به صورت پیش‌فرض بهتره که خط 908361 رو وارد کنید و مرحله آخر شما باید بیاید داخل سامانه پیامک یک پترن رو ایجاد کنید و کد پترن رو اینجا قرار بدید. همونجوری که اینجا نوشته شده متغیر داخل پترنتون حتما باید OTP باشه. من وارد سامانه پیامک میشم. منو سمت راست ارسال پترن رو کلیک میکنم. اینجا ایجاد پترن جدید رو میزنم. مینویسم کد تایید شما درصد OTP درصد. پایینش هم برای اینکه این پترن تایید بشه حتما باید اسم برندمون رو بنویسیم. می‌نویسیم فراز SMS. حالا شما آدرس سایت خودتون رو می‌نویسید. نوع متغیر رو باید انتخاب کنیم. حتما باید عدد باشه. تعدادش رو باید انتخاب کنیم. 6 باید قرار بدیم. و اینجا نوشته برای چه سایتی استفاده می‌کنیم. می‌نویسیم برای سایت فراز SMS برای افزونه ورودک استفاده می‌شود. اینجا هم می‌نویسیم برای چی می‌خوایم استفاده کنیم ازش. و در نهایت این رو ثبت می‌کنیم. پترن در وضعیت بررسی باید ثبت کنیم تایید بشه. یک کد به ما میده. من این کد رو کپی میکنم میام اینجا و این قسمت کد رو قرار میدم. کار به همین سادگی تمومه و به همین سادگی شما از الان دیگه میتونید از افزونه ورودک برای ورود و ثبت نام استفاده کنید. بسیار افزونه سبکی هست، بسیار افزونه کارآمدی هست و قابلیت های دیگه داره. حالا شماره‌تون هم بزنید پیامک میره. من شماره رو وارد میکنم. یه بار صفحه من رفرش کنم اول. من اینجا شماره رو وارد میکنم ببینیم که آیا پیامک ارسال میشه یا نه. اینجا پیام سکسس رو داد، یعنی موفقیت آمیز. من میام داخل پنل قسمت گزارشات ارسال. بله، پیامک ساعت 11:24 ارسال شد، بنابراین اتصال با موفقیت انجام شده. حالا ببینید یه سری تنظیمات دیگه هم این قسمت داره این افزونه، یعنی میتونه خیلی جای دیگه شما رو از افزونه دیگه بی‌نیاز کنه. من میزنم. میتونیم تنظیم کنیم که اگه کسی وارد سایت شد پیامک ارسال بشه. اینجا نوشته دیگه شماره موبایل مدیران جهت اطلاع رسانی به مدیریت. تو هر خط هم میتونیم یه شماره رو وارد کنیم. بعد میتونیم بگیم پیامک بعد از ورود کاربر به مدیریت. بعد از اینکه کاربر وارد میشه به مدیریت پیام بیاد، میگه میتونی از این متغیرها استفاده کنی. همین روشی که با هم پترن ساختیم پترن میسازید. اینها رو میتونید استفاده کنید و اینجا قرار میدید. پیامک بعد از ثبت نام به مدیریت، پیامک بعد از ورود به خود کاربر میخوایم پیامک بدیم. وارد سایت شدید. پیامک بعد از ثبت نام یه پیامک خوش آمدگویی میخوایم بدیم. هم با پترن کار میکنه و تو پترنمون باید از این متغیرها استفاده کنیم. قاعدتا اینا دیگه نوعش رو باید عدد بذاریم، بنویسیم افزونه ورودک و تعدادش رو باید 20 قرار بدیم. خب کارهای دیگه هم انجام میده. ببینید پیامک بعد از ثبت دیدگاه جدید میشه اطلاع رسانی کرد به مدیریت که یک نظری توی سایتت ثبت شده، بیا و جوابشو بده.
وقتی که جوابشو دادیم میتونیم تنظیم کنیم که به اون کاربر سایت ما، کسی که نظر گذاشته، جواب ارسال بشه. حتی این افزونه میتونه کارهای ووکامرس شما رو هم انجام بده. پیامک، یعنی دیگه شما رو از افزونه پیامک ووکامرس هم بی‌نیاز کنه که زمانی که یک سفارشی توی سایت شما ثبت میشه، حالا اینجا نوشته به مدیریت یا به خریدار کاربر پیامک ارسال بشه. اینها رو هم میتونید از این متغیرها استفاده کنید، اینجا قرار بدید، توی وضعیت‌های مختلف پیام بره. حالا اگه خواستید از این استفاده کنید، برای مدیریت معمولا در حال انجام، یعنی زمانی که کاربر پول رو پرداخت میکنه، مهمترین حالتشه. برای کاربر دو تا وضعیت خیلی مهمه. یکی همین در حال انجام، یعنی زمانی که پرداخت انجام شد. یکی هم زمانی که تکمیل شد، یعنی ما سفارش رو ارسال کردیم، مهمه که کاربر مطلع بشه. حالا لغو شده و اینا میشه روش سناریوهای بازاریابی پیاده کرد که نرخ تبدیل و نرخ فروش سایتمون بیشتر بشه. بنابراین افزون خیلی کامله، خیلی قابلیت‌های خوبی رو در اختیارتون قرار میده، بتونید استفاده کنید و تنظیمات خوبی داره. تنظیماتش هم کامل هست، خیلی افزونه جامعی هست. من پیشنهاد میکنم اگه دنبال افزونه ثبت نام با شماره موبایل هستید، حتما به افزونه ورودک یه نگاهی داشته باشید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. موفق و پیروز باشید.